ساکنان جزیره قلمرو یا خود انکلاوها در برخی مناطق با ازبکستان هم مرز سوغد را باز شدن گذرگاه‌های سرحدی با این کشور همسایه به پوره به اختیارشان برگشتن زمین‌هایشان امیدوار کرده است. این دهه و پاره زمین‌های کشتی ساکنان در برخی ناحیه‌های نزد مرزی سوغد پس سیمخواری مرزی همچون جزیره ها باقی ماندند و برخی پاسگاه‌های مرزی هنوز برداشته نشده است. دهه روات ناحیه کانیبادام تقریبا 100 کیلومتری شرق خوجند در سرحد ولایت فرغانه ازبکستان جایگیر است و حدود 60 هکتار زمین‌های کشتی بیش از 50 خانواده این دهه در آن سوی پاسگاه مرزی ازبکستان مانده است. معروف محمد جانوف رهبری خواجگی دهقانی دوستی در این محل میگوید بعدی باز شدن گذرگاه مرزی همنام در کنار دهه‌اش هنوز به سری زمین‌هایشان با عبور دو پاسگاه و نشان دادن شناسنامه گذر میکنند. او در صحبت با رادیوی آزادی روز 15 مارت افزود: بی‌مالال رفت آمد کرده کار کرده ایستادیم، لیکن زمین مسئله‌اش این موقع ممکن حل شود. این مسئله دیدگیو لیکن حال افیسیالانه هیچ گفتگی نیست، لیکن تفتیش کرده دید از خوجند کمیسه آمد زمین دیده برفت. به گفته مصاحبم حالا حدود 450 اعضای خواجگیش در پاسگاه‌های مرزی نامنویس شده به زمین خود از بین سیمخوار با نشان دادن شناسنامه‌هایشان به سرحدبان‌ها گذر می‌کنند. این در حالی است که اولی همین ماه در این محل گذرگاه سرحدی روات بین ناحیه‌های کانیبادام تاجیکستان و بشرق ازبکستان برای گذر ساکنان نزد مرزی باز گردید و به گفته مصاحبم او نیز با این راه آزادانه به ازبکستان رفته آمده است. ساکنان دهه سروک جماعت پونوک ناحیه اشت واقع در تقریبا 150 کیلومتری خوجند و سرحد ولایت نمنگان ازبکستان مشکلی مانند به ساکنان دهه رواتی کانیبادام را دارند. در بین راه یگانه دهه سروک تا مرکز جماعت پاسگاه مرزی ازبکستان گذاشته شده است و روای حدود 500 ساکن این دهه شمالی تاجیکستان با عبور پاسگاه سرحدبان‌های ازبک صورت می‌گیرد. به گفته ساکنان دهه سروک ناحیه اشت پس از باز شدن گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان برای رفت و آمد ساکنان با ترتیب ساده روای آنها نیز به مرکز ناحیه آسان‌تر شده است. یک ساکن این محل بدون ذکر نامش گفت که پیش در یک هفته یک بار اجازه گذر داشتند، حالا کدام روزی هفته خواهند با این راه سفر می‌کنند. فقط نشان دادن شناسنامه به سرحدبان‌های ازبک کافی است و به آن مهر یا یگان خیل قید نمی‌گذارند. به گفته مصاحبم ولی ساکنان محل‌های دیگری ناحیه برای رفتن به دهه سروک از گذرگاه نو افتتاحی نو بنیاد و سوی ازبکستان پاپ اجازه نامه عبور می‌گیرند. حل اختلافات مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان همکنون ساکنان این انکلاوهای مرزی در سوغد را امیدوار کرده است سدهای پیشینه از بین مکان زیست یا زمین‌هایشان برداشته خواهند شد.